این مقاله که عبدالله رهنما برای ما پیشنهاد کرده است واقعا بیننده‌های ارجمند این کرایه خواندن است. بخصوص برای باشندگان منطقه‌های نزد سرحدی بسیار مهم است به آن خاطر که آنها اصل و محتوای اساسی بحث مرزی با قرقیزستان را از این مقاله درک میکنند. با استفاده همه گونه اسناد حقوقی، اسناد تاریخی، این مسئله با مسئولیت تام این مسئله روی کاغذ آمده است. مردم خیال میکند که گویا که یک محله واروف شهر اسفره مورد بحث و مذاکره و مناظره و دیگر حالت است. Она полностью отражает все статьи, все документы правовые, которые подводят к тому факту, что Таджикистан прав. سخن درباره 211,000 گکتار زمین قانونی جمهوری تاجیکستان می رود که سالهای زیاد غیر قانونی در اختیار جمهوری قرقیزستان هستند. و شاید خودی جامعه هم همین خونده یک خلاصی نهایی خودش رو بیاید. بسیار سوال‌ها به جواب عمیق داده شده است. چرا جانب همسایه این مسئله رو داغو بین المللی کرده ایستاده است؟ چی میخواد از این مسئله؟ وقتی که روسیه از این بی منفعت شد و بس کرد خودی قرقیزستان از دعوای آنها استفاده برسوده است، لیکن به اساس زورش نمیرسد. آنها به قانونهایشان تغییرات درآوردند در مسئله مرزها، اما با ما موافقت نکردند. ما فکری ما رو نگرفتن که صاحب زمین چی میگه. امروز جمهوری قرقیزستان نه آن سندهای معیاری حقوقی که سالهای 24 27 32 به امضا رسیده بودند به نظر نمیگیرد. در همین صنعت‌های خرید فروش یا که قطعه زمین یا به یک کس اجاره دادن زمین یگان نام قرقیزی نیست. نام‌ها همش تاجیکی هستند. هر یک نفری که وابسته به مسائل پیچیده مرز اندیشه رانی میکند پیش از همه در دست خودش یک اساسی داشته باشد که اگر ما دعوا کنیم به چی به کدام پایه دعوای ما باشد.